در اولین قسمت از تمرین درس 2 مجدداً بخشی رو داریم به اسم True یا False، یعنی تمرین های درک مطلب. در این نوع تمرین همانند درس قبل جمله هایی به ما داده شده که باید ببینیم آیا بر اساس متن درست و یا غلط هستند. در شماره 1 داریم It's easy for people to climb a coconut tree، یعنی برای مردم بالا رفتن از درخت نارگیل آسانه. چنین چیزی در هیچ جای متن گفته نشده، پس بنابراین اون رو با false یعنی غلط نشون میدیم. در شماره 2 داریم Monkeys live in all parts of the world، یعنی میمون ها در تمام قسمت های دنیا زندگی میکنن. چنین چیزی مجددا در متن وجود نداشت، پس اون رو با false یعنی غلط نشون میدیم. اینها نمونه های از true false های درس 2 بود. اما در بخش دیگری از تمرین های درک مطلب ما مجددا نمونه های تست هایی رو داریم که باید با گزینه های مناسب اون جمله ها رو تکمیل کنیم. به عنوان نمونه یکی از اونها رو مجددا برای شما انجام دادیم. در شماره 1 داریم Monkeys are clever animals، یعنی میمون ها حیوانات باهوشی هستند، زیرا آنها کامل کننده این جمله گزینه شماره 1 هستش، بدین ترتیب که because they can learn many things، یعنی چون اونها میتونن چیزهای زیادی رو فرا بگیرن.